درود دوستای عزیز، خوش آمدید به پادکست توران تاک اپیزود دوم. امروز یک برنامه امت دفتنی موتوران عزیز برنامه کردیم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه شنونده باشین و از تفکرات توران عزیز همه ما شما مستفید شیم. توران عزیز خوش آمدید به برنامه. درود آرمان عزیز به خودت و همچنان به عزیزایی که چی ما را از طریق یوتیوب شنونده هستن و چی از طریق سپاتیفای. درود به همه عزیزا. سپاس توران عزیز. توران جان، در ذهن ما میگشت که می کار کرده مخصوصا دین اسلام در جامعه ما چی بوده، چی است و چی خواهد بود؟ میره اگه صحبت بکنی. سوال خوبی است، سوال عملی است، چیزی است که ما امروزه با دست پنجه نرم میکنیم. سوال جالبی هم است که بالاخره که دین اسلام در افغانستان هست چی کار کرده داره. دقیق. ببین آرمان عزیز، ما قبل از اینکه به خود کار کرده دین بپردازم بگذار که ما بحث را از این زاویه شروع بکنم که یک فرد چرا دیندار میشه اصلا. هدف از اینکه یک فرد دیندار میشه چی است؟ خب تا جایی که من اطلاعات دارم به دین انسان ها علاقه پیدا میکنن به 3 دلیل. یعنی دینداری خودش 3 جهت داره. از اون خاطر انسان ها دین انتخاب میکنن. یک دلیلش است که مردم دیندار میشه این که اینا از دین توقع دارن که راهی را که اینا گم کردن براشون نقشه باشه، پیدا کنن راه را براشون راهنما باشه. مثلا فرض بگی یک نفر وارد یک شهر میشه، نابلد از اون شهر، یک نقشه یک مپ نیاز داره که زیر دست خود باشه، زیر دست خود داشته باشه که از روی ازو بتونه به مقصد خود برسه. و از اون نقشه استفاده میکنه، میگه خب از این کوچه اگر برم من به مقصد خود میرسم. این حال یک جهت از دین که مردم یک فرد یک دین انتخاب میکنه این است که میگه من در این دنیایی که آمده من نابلد هستم، من به راهنمایی نیاز دارم، من به راهنمایی نیاز دارم، من به نقشه نیاز دارم که برای من این شهر را برای من نشان بده که آخر چیه. این یک دلیل است که مردم دین انتخاب میکنن. دلیل دوم این است که کسا میگن که خب ما به نحوی مثل از که بشه دکتر میرن به نسخه نیاز دارن که دوا برش بده، درمانش کنه. میگه ما یک مشکل داریم که این مشکل ما را دین میتونه تجویز تنها بله تنها کتب آسمانی و تنها خدا و تنها دین میتونه که برای ما فکسم و درد ما را نسخه شه بده. مثل که پیش دکتر میری تشخیصت میکنه، بعد از تشخیص برات نسخه میده. انسان ها هم هستن که فکر میکنن که یک جای کار در زندگیشان میلنگه و باید برای درمانی از او به دین باید مراجعه بکنن. حتی سوره شفا دارن، نه؟ بله، از اون خاطر نام هم در سوره شفا مونده. این مسئله را که من بیان کردم، این درد و رنج را که من بیان کردم که انسان ها به خاطر درد و رنج های خودشان پناه به دین میبرن، متوجه باشیم که درد و رنج است. درد فیزیکیه، رنج روانیه. بله. مثلا من هم میگم که من از درد مثلا شکم رنج میبرم، میکشی رنج میکشم، درد میکشم، درد. ولی مثلا چی میگی؟ میگی که من از تنهای رنج میبرم. یعنی درد و رنج فرق داره. اینجاست که انسان ها به خاطر 2 موضوع، بعضاً به خاطر که درد فیزیکی وارد میشه و در جستجوی درمان از اون میبراین، سرطان ها است، این است، آن است. به خاطر از این خب روزگارهای قدیم سرطان هم نبوده، بالاخره مشکلاتی بوده که اگر سرطان هم بوده تشخیص نشده، نامش سرطان نبوده، ولی بنابر مشکلات درد و رنج درد فیزیکی. یک بود قضیه دیگه ای بوده که اینا از رنج های زیادی بشر تا امروز هم بشر از رنج میبره. بله. رنج وجود داره.
چی که در اروپا باشی، چی در آفریقا باشی، چی در هر جای دنیا که باشی، انسان چی پولدار باشی چی بی پول بله باشی رنج میبری. بله. اینجا هست که این رنج انسان ها را اینا نسخهش را میگن دین تجویز میکنن و این گونه هست که راه دومش این است که انسان ها دین را انتخاب میکنن به خاطر درد و رنجشان، آلام درد و رنجشان، به خاطر تسکین درد و رنجشان. این دوم دلیل دوم که مردم دیندار میشن. دلیل سوم میگن خب حالا نه درد ما را نه دنبال از هستیم که درد و رنج ما را تسلی بده، نه دنبال از هستیم که بر ما نقشه را نشان بده. ما خودمون میدانیم شهر چگونه است، ما خودمون میدانیم چگونه با درد و رنج خود کنار بیاییم، اما ما در زندگی خودمون به قانون نیاز داریم. قانونی که برای ما باید ها و نباید ها را تعیین کرده باشه، یعنی از بود اخلاقی. انسان ها میگن ما نیاز به قانون داریم. انسان ها نمیتونن بدون قانون زندگی بکنن که تا جای حق به جانب هستن. مگر تو حتی در اون قبایل بسیار بسیار ابتدایی بشریت که مراجعه بکنی قوانین نانوشته ای داشتن. امروز هم بشر قوانین نانوشته خیلی زیاد داره. اما مثلا بین اقوام بومی استرالیا که تو مثلا مراجعه بکنی تو تمتع داشتن، قوانین تا حالا هم دارن، بدون از یک خدای برشان گفته باشه، بدون از یک کتاب بر از آمده باشه، خودشان اجتماع شیشتن برای خود قانون ساختن. اینجا هست که میگه خب انسان ناتوانه، انسان همدانا نیست. یک مرجعی که همدانا هست و همه ناظر هست و همه شهوده است، مشهوده است، این برای ما اگر کتاب قانون باید و نباید اگر روان میکنه بهتر میفهمه. از این خاطر ما به قوانینی که خدا روان کردن، به کتبی که خدا روان کردن، ما نیاز داریم به قوانین در زندگی خود ما. این سه روی کرد است که انسان ها به خاطر از این سه روی کرد یا سه کار کرد یا سه نیاز بعد این روی میارن. اینال آرمان عزیز، زمانی که همین مسئله را در افغانستان میخوای بررسی بکنی و میخوای ببینی که چرا مردم افغانستان دیندار شدن، خب میری مطالعه میکنی، سعی میکنی که یک تعداد مردم خاص به خاطر درد و رنج های خودشان دیندار شدن، به خاطر که میخواستن درد و رنج هایشان تسکین پیدا بکنن. یک تعداد، یک دسته از مردم را پیدا میکنه که به خاطر قانون در زندگیشان اینا دیندار شدن، خدا باور شدن. یک تعداد از انسان‌ها را پیدا میکنه که به خاطر که میگن ما به راهنما نیاز داریم، ما به شهر بلد نیستیم، طریقه زندگی کردن را بلد نیستیم، دیندار شدن. از این سه کاتگوری که خارج نیست. دقیق. توران عزیز، یک چیزی که در ذهن خودم آمد، فکر میکنم انسان خودش دو ایدیا داره وقتی که زنده است. یکی معنا پیدا کردن، یکی که بمرم چی میشه. به نظر تی نقش نداشته زیادتر. فکر میکنم مردم که خب از این جهت میتونم هم معنا بگیرم، همی که اندیشه که انسان در جستجویش هست، یعنی که بعد از مرگ چی میشه. این دین خوب پاسخ داده به نظر من. ببین، زمانی که ما از رنجا صحبت کردیم، دقیقاً یکی از مسائل همین معنای زندگیه. معنای زندگی رنجه. در جمع رنج میه. درد و رنج ها را که ما تو صحبت کردیم پیشتر که چرا یکی از دلایلی که گفتیم که مردم ها دیندار میشن به خاطر درد و رنجشونه. حالا معنای زندگی رنجه. به خاطر آرامش امو رنج بی معنای زندگی مردم به دین روی میارن. از این خاطر بله، در بین رنج هایی که بشر برای پاسخ بر رنج هایشان دین را انتخاب میکنن، خدا را انتخاب میکنن، دو تاش خیلی های اهمیت که خودت اشاره کردی. یک، معنای این زندگی این جهانی و دو، زندگی بعد از مرگ، یعنی عاقبت اندیشی. دقیق. اینا رنج ها هستن. مثلا یک انسان با خود میسنجه خب بالاخره هدف این که ما در این دنیا هستم چی میتونه باشه؟ چرا ما در اینجا هستم؟ اینجاست که میگه خب در زندگی ما باید هدف باشه و فکر میکنن خب چی بسا بهتر که هدف مرا خدای تعیین کرده باشه که همداناست، چون همه چیز رو میدونه، هدف مرا تعیین کرده، بهترین هدفم تعیین کرده.
و بدیرم خوب میگیره. دقیقاً اینو در زندگیت هر چیزی که اتفاق بیفته میگی حکمت الهی بوده. و مسئله بعدی مسئله زندگی بعد از مرگ. هیچ انسانی نیست که نخواهد زندگی بعد از مرگ وجود داشته باشه، ولو ایتیستا در دل میخواهند که زندگی بعد از مرگ وجود داشته باشه. دقیق. ما خودم اگر بگویم که ما همچون چیزی را نمیخوایم، با دروغ میگم. من نمیخوایم که همین زندگی که من فعلا در این دنیا دارم همین اولین آخرینش باشه. اما آیا این خواستن ما حقیقت است؟ واقعیت پیدا؟ نه عزیز. اما این هیچ انسان نیست که نخواهد. اینجاست که طبیعت گرایی پاسخهای خود را داره و خود مسئله مرگ یک مسئله کاملا بحث بسیار عمیقه. آرمان عزیز که در اونجا ما خود مرگ را داریم، مرگ نگری را داریم و مرگ اندیشی را داریم. این سه مسئله کاملا فرق میکنه. حالا زمانی که یک دیندار باقی میمونه، نگرشش به مرگ نگریش فرق میکنه. ما که طبیعتگرا هستیم، از ما مرگ نگری ما فرق میکنه. نگرش ما به مرگ این است که میگم مرگ پایان همه چیزه، یعنی صفر. قرار نیست مثلا اطلاعات و معلوماتی که ما در ذهن خود داریم دوباره مثلا او را به دست بیاریم. اما در دین اونطور نیست. نگرششان در دین، خب حالا ادیان مختلفی وجود داره. ادیان به مرگ به دیده دیگه می‌نگرند، به یک نگرش دیگر در قبال مرگ دارن. این که مثلا میگه ما بعد از مرگ زنده میشیم. حالا چی در تناسخ که مثلا در ادیان آسیای شرقی در اونجا اگر تو بری به هندویسم و بودیسم اینا، و یا چی در ادیان ابراهیمی که تناسخ فیزیکی نیست ولی روحی است. روحن میگه تو دوباره مثلا روح تو را دوباره زنده میکنه. امی که پاسخ میده به نظرت به بیزیستی چقدر کمک میکنه این پاسخی بعد از مرگ؟ اینجاست که کارکرد دین باید مورد پرسش قرار بگیره. خب حالا بشر که داره با بیزیستی دست و پنجه نرم میکنه، همه تلاش بشر به خاطر بیزیستیه. خیلی از دوستا هستن که میگن خب بیزیستی چی است؟ بسیار مهم است. اصلا میگم ما اصلا نمیفهمیم که باید بیزیستی را میخوایم یا نه. خیلی ساده است معادله. مثلا اگر ما از تو آرمان پرسان بکنم که آرمان عزیز، صحتمندی خوبه یا مریضی؟ دقیقاً صحتمندی. پولداری خوبه یا فقیری؟ پولداری. خب سواد خوبه یا بی سوادی؟ واضح سواد. خب برای تو هیچ نوع دلیل نداری. اینال همین که تو میگی من صحت را بر مریضی ترجیح میتم، همین از خواست درونی تو در راستای بیزیستی سرچشمه میگیره. دقیق. تو در زندگی تلاش میکنی که مریض نشی، همواره صحتمند باقی بمانی. اینجاست که اون نقطه‌ای که تو از درون میخوای و همه انسان ها میخوان، حتی از دیوانه، از بی سواد پرسان بگو سواد خوبه یا بی سوادی، اما هم که نمیدونه سواد چی است میگه سواد خوبه. دقیقاً بسیار جالبه. اینمی بیزیستی است. اینجا هست که همه انسان ها بیزیستی را میخوان از درون خودشون. نقطه بیزیستی که میگیم همونجاست. اینال سوال اصلی این است که با گفته تو حالا دین آیا ما را در بیزیستی میرسانه؟ چیزی که ما میگیم صحتمندی خوبه، چیزی که ما میگیم مسئولیت غذایی خوبه، چیزی که ما میگیم شکمسیری خوبه، چیزی که ما میگیم اقتصاد خوبه، چیزی که ما میگیم سواد خوبه. آیا دین میتونه ما را اونجا برسانه؟ من میگم خیر. روزگاری بوده نظر به شرایط اون مردم و وقتش، دین باید ها و نباید هایی را که چیده، اگر دین را تاریخمند و زمانمند بدانیم که ما فکر میکنم باید بدانیم، در یک روزگاری برای یک مردم خاص دین آمده، بعضی حرفای را گفته که در روزگارش تازه بوده. یک ایده جدیده، یک ایده داده، یک مسیر تازه را براشون انتخاب کرده که امروزه و مسیر برای ما کارایی نداره. ببین حتی مسئله این که ما انسان ها چقدر تغییر کردیم، حداقل 8 جهت 9 جهت است که من میتونم بگم ما با بقیه تغییر کردیم. 1. خواسته های ما تغییر کرده. 2. نیازهای ما تغییر کرده. 3. سطح
دانش ما تغییر کرده. 4 ما اجتماع از نظر زندگی اجتماعی ما تغییر کردیم. 5 اخلاقی مهمتر از همه، ما از نظر اخلاقی خیلی زیاد فرگشت کردیم. حالا اون باید ها و نباید اخلاقی اون وقت برای ما حالا هیچ اصلا صفر اصلا. اگر بخوایم تطبیق بکنیم یک مقدار ما شرمنده معلوم میشیم پیش دیگرها. مشکل اینجاست ببخشید توران عزیز، همین موردی که خودت صحبت کردی، یکی از مشکلاتی که در اخلاقیات دین وجود داره اینمی است که مطلق است، ایدیایش مطلق است، باورش بر یک زمان است. یا به نظر خودت که از صحبت خودت ذهنت دیگه جای نبرم، اگر مثلا دین می بود که میگفت خب امروز ما چیزی که گفتیم فردا به نیازتان تغییرش بدیم، امروز بیزیستی که امروز ما صحبت کردیم فردا با مو روش پیش برین، اخلاقیات که ما اینجا صحبت کردیم فردا به نیازتان، اینجا مورد نقد قرار میگیریم به نظرت؟ مورد نقد از جهت اخلاقی و از جهت اجتماعی خیر، ولی از جهت این که الهیاتی بوده باشه و خود خدا اونجا زیر سوال میره 100% که خب اگر تو خدا هستی و چون ما میدانیم که همدانایی پیش بینی بله یکی از موضوعی هست که باید خدا در خود حمل بکنه. ما 3 موضوع داریم که خدا باید حمل بکنه. 1 همدانایی، 2 همتوانایی و 3 همه خیر. یعنی از این 3 ضلعی که خدا، این 3 موضوعی که خدا حمل میکنه با خود، یعنی هر خدا اگر یک مرجعی میگه من خدا هستم، این 3 را باید با خود حمل بکنه. این 3 موضوع را اینجاست که اگر یک تا از این موضوعات را بکشی، مثلا تو گفته نمیتونی خدای ما خیر مطلق هست، توانای مطلق هست ولی دانای مطلق نیست، و تو در این زمان گفته نمیتونی که خدای ما دانای مطلق هست، توانای مطلق هست ولی خیر مطلق نیست. و سومیش هم به این شکل نمیتونی بگویی خدا خود مفهوم خدا 3 موضوع داره. مثل جاست که مثلث را تو نمیتونی بگویی که 4 ضلع مثلث هست. نه، مثلث تعریفش مشخصه، 3 ضلع داره و 3 موضوع داره، این را حمل میکنه با خود. اینال اگر خدا همچین حرف را میزد که میگفت شما مطابق خواسته های خودتان تغییر بدین، مطابق خواسته های زمان، اون وقت خود خدا زیر سوال میره. اینجا هست که من میگم خیر میشد از نظر اخلاقی و اجتماعی به این امر یک با دید قدر مینگریست، ولی نه از دید الهیاتی. اون وقت خدا زیر سوال میرفت. دقیقاً. و جالب ده چیز همی 3 موضوعی را که خود صفات خدا که است و ای همه ادیان توافق دارن. یعنی نمیشه یک خدای یک دین پیدا بکنی که آری از یک صفت ازی باشه. همشون توافق دارن، چی به یک زبانی چی به یک دیدگاهی اما میگن که خدای ما همچو ویژگی ها را داره. بله ببین، ما در همه مباحث ما مؤلفه های گریزپذیر داریم و مؤلفه های گریز ناپذیر داریم. مثلا تو در بحث مبحث خدا تو میتونی از مؤلفه رازق بودن، از مؤلفه رحیم بودن، از مؤلفه قهار و جبار بودن بگذری. اینا مؤلفه های گریز پذیر هستند. اما ما مؤلفه های گریز ناپذیر داریم. زمانی که تو خدا میگی دیگه نمیتونی بگی خدای ما هم توانا نیست، هم دانا نیست و هم خیر مطلق نیست. این 3 تا مؤلفه گریز ناپذیر هر خدایی است که بشر ادعا کرده. یعنی تو اگر بگویم که اگر خدا باشه باید این 3 را داشته باشه. یعنی اگر خدا نیست. مو خاطر است که دیستا در کتگوری تیستا و اگنوستیکا میانه، چون دقیقاً میگه صفت نداره هیچ. بسیار جالب، چون اگر پیش بریم میپیچیم سر بسیار موضوعات پیچیده تر. خب در نتیجه که اگر دیندار دینداری به بهزیستی کمک نمیکنه یا حداقل آل کمک نمیکنه، خب من میگم چرا ما آرام نبریمش از صحنه عمل در صحنه ذهنی خود نبریمشه. ما بارها امیر رویش تاکید کردم آرمان عزیز. ما قبل از اینکه روی خود نقش دینداری در زندگی عملی ما صحبت بکنم که بخش مهم همی است که باقی مانده، ما یک شعر از مولانا میگم در قسمت حرف خودت. مولانا میگه، حالا شاید شعر اشتباه بخونم ولی
مفهومش همی است. مولانا میگه علم دنیا نردبان این جهان، علم دینی نردبان آسمان. بسیار جالب. اگر میخوای در دنیا پیشرفت کنی علم دنیا بیاموز. علم دینی تو نردبان او طرف تو است که تو را با خدایت وصل میکنه. یعنی علم دینی تو ربط به دنیای تو نداره. چیزی که مولانا میخواد بگه، یعنی باور به نحو پلی است میان خودت و خدایت. دانش این دنیا زندگی عملی این دنیا پل است میان من و تو. علم دنیا هست رابطه میان من و تو را تعیین میکنه. یعنی علم دنیا هست که اخلاقیات ما تو را میسازه، علم دنیا هست که زندگی ما تو را میسازه. علم دنیا کدام علم است؟ همین علومی که ما امروز به نام ساینس یاد میکنیم. دقیق. خب به نام فلسفه، ساینس، منطق اینا یاد میکنیم. اما علم دینی کاملا یک رابطه سابجکتیو ذهنی خود انسان با خدایشه. اگر بتونیم در اون مرحله برسیم. حالا در افغانستان زمانی که مینگری میبینی که خب ما هم روزگار دیندار بودیم. مثلا صبحی از خواب میخیزی میبینی دین کاربرد نداره در کارا که تا صبحانه میخوری، بعد از صبحانه میری کار، در موتر میشینی و میری تا اینجا دین هیچ کار کرده نداره. میری وظیفه تا 4 بجه وظیفه انجام میده، 4-5 بازم میبینی دید هیچ نوع کاربردی نداره در زندگی عملی تو. هیچ، 0 در 0، گویا خدایی اصلا وجود نداشته باشه. بعدن میشه و خانه سر خود را میمونی بازم اینه که در معاملات تجاری تو دین رول نداره، در معاملات خانوادگی تو دین رول ندارد. هیچ رول دین، کارکرد دین در زندگی امروزی بشر، یعنی اینطور بگویم که 0 در 0 است. اصلا هیچ نوع کارکرد کاربردی نداره. دقیقا. این یک بود قضیه. بود دیگر قضیه، حالا فرض میگیریم یک جای در زندگی عملی ما انسان ها دیندارو پیدا کردن که در این جای زندگی ما اگر خدا نباشه ما با مشکل برمیخوریم، اگر دین نباشه با مشکل برمیخوریم. فرض میگیریم پیدا کردن. حالا پیش فرض میگیریم. این حال سوال بعدی ای است که همون جایی که شما پیدا کردن که این جای زندگی ما اگر دین نباشه زندگی ما میلنگه، سوال بعدی شما چرا فکر میکنین که دین بابا و اجداد ما همونجا جواب میده؟ بهترین جواب همون نقطه زندگی ما دین بابا و اجداد ما داره. شاید بودیسم داشته باشه، دقیقا. شاید هندویسم بهترین جواب داره. خواندیم اگر سوال کلیدی است. خب همین ببین حرفم گرفت مارمان عزیز، همین ملت زمانی که میرن از خانه میبرن 1 کیلو فامیلی، حالا فرض میگیریم ماست بکاره، به خاطر خریدن 1 کیلو ماست میرن فامیلی یک مارکت میبینن، 2 مارکت میبینن، تا ای که ماست توقعش را برآورده بکنه. چون از خریدن 1 کیلو ماست هم انسان ها توقع داره که این توقع مرا باید برآورده بکنه. به خاطر خریدن ماست 1-2 مارکت را دیدن، به خاطر انتخاب دینشون چرا نرفتن دیگه ادیان را در قلباب نکردن؟ واقعا به خاطر انتخاب دین چرا اینقدر عجولانه عمل کردن؟ دینی که قراره هم زندگی این دنیایشان هم زندگی او دنیایشان را بهتر بسازه، شکل بده. چرا در قبال این مسئله بسیار مهم، بس مهم، اینا پذیرفتن که بهترین دین بابا و اجدادشونه؟ اینا لباس سایکو با این باقی نمیمونه. مثلا فرض بگی نفر تولد میشه در خانه یک شیعه هم اثنا عشری. اینا لو چی میگه در همون نقطه زندگی که ما اگر دین نباشه زندگی من مشکل بر میخوره، چی فکر میکنم؟ میگه اینمی سواله هندویزم پاسخ نداره، همی سوال را بودیزم پاسخ نداره، عیسویت پاسخ نداره، یهودیت پاسخ نداره و شینتو، کنفوسیوسیسم، جینیسم اینا هیچ کدامش پاسخ نداره. اسلام پاسخ داره. در بین اسلام مالکی پاسخ نداره، شافعی پاسخ نداره، حنفی پاسخ نداره، حنبلی پاسخ نداره. فقط و فقط مثلا فرض میگیریم که شیعه
سنی خب پاسخ نداره، شیعه پاسخ داره. در بین شیعه هم اخباری مچمین آنش پاسخ نداره، 12 امامی پاسخ داره. در بین 12 امام هم امام باقر پاسخ داره. خب حالا اگر سوال بکنی که او امام باقر زاده تو کدام دفعه شده که دیگه ادیان را خوانده باشی؟ میگن نه، چون امام باقر گفته که دیگه ادیان با شمول سنی، با شمول سنی دیگه کتب را شما نخوانین از ما برحق، پس ما به حرف از او قبول کردم. از کجا فهمیدی که او راست گفت؟ بسیار سوال عمده و بسیار از نقطه خوب آوردی ما را. توران یک مشکل خودم که دارم با کسایی که باورمند است، یعنی از لحاظ اخلاقی خب با چالش میکشیم یکی دیگر را. امی خود دینداری را ما یک نکته بسیار کلیدی که همیشه در ذهنم است میخوایم امیال بگویم، امی دیندار چرا عقل خود به دین میسپاره؟ اگر نه سپاره من مشکل ندارم امرویش، خب دینداری است، همایی که عقلت به دین میسپاری باز در دست دین که میتخونه به چالش میخوری. خب مسئله دین تعبد است، مسئله دین تدین هست، چون تعبد و تدین ایجاب میکنه که فرد باید ایمان داشته باشه. پس زمانی که در وادی دین خود قدم میگذاره اونجا عقل کاربرد نداره. در زندگی روزمره عقل خیلی خوب کاربرد داره، از عقل خیلی خوب استفاده میکنه. مثلا میخواد تجارت بکنه، نه تنها از عقل خود بلکه از عقل دیگران استفاده میکنه، از 5 6 تا مشورت رو میگیره که اینجا من چی کار بکنم، و به خاطر مشورت میگیره که به عقل از اون متکیه، میفهمه که عقل کاربرد داره. اینجا هست که از دیگر، ولی در مرحله دین خودش، در مرحله ایمان خودش، چون حوزه فرق میکنه، حوزه ایمانی است، اونجا دیگه عقل کار نمیده، اونجا باید ایمان داشته باشی. از او خاطر است که همواره عقل را پشت پا زدن، عقل را کوبیدن، به اندازه کوبیدن که امروز زمانی که به مسلمانا، به دیندارا، به عیسوی، یهودی، به حق نامش که میگی زندگی عقلانی، میگه زندگی عقلانی یعنی چی؟ اکثریتش همین حرف میزنن که یعنی سوال میکنن که آیا عقل کفایت میکنه؟ جالب است نه؟ بسیار جالب. دیگه از این قبیل حرفا. بسیار جالب ای است که ما خود تصادفی سر خوردیم و یک برنامه بسیار جذاب، صحبت‌های آموزنده از خودت و پر از تفکر عالی و پر از این که بندشیدن ما را وادار میسازه. ما خودم خب میدونی توران عزیز که در حالت آموزش هست و میخوایم یاد بگیریم. همه ما در حال آموزش هستیم. من سپاسگزاری میکنم از خودت که وقت دادی و دوستایی که صدای ما را شنیدن بخرت میسپاریم شما. سپاس از همه اعضایی که تا الحال با ما بودن و ما را شنونده بودن. اوقات همه خوش در ذروه از کامیابی و کامگاری منزلتان باد.